با سلام و عرض ادب دوستای عزیز، امیدوار هستم در هر جای دنیا که هستین خوشحال و خرم و سرحال باشین و از گزند روزگار، از سختی ها و مشکلات روزگار در امان باشید. دوستای عزیز، من تازه با استرالیا آمدم و اینجا گوشکی نداشتیم و اکثر کسا را می دیدیم که وقتی گپ میزنه گوشکی استفاده میکنه و ما تنها آدمی بودم که گوشکی نداشتم و می خاطر بسیار وقتا در اذیت بودم و گاهی وقتا یا کسی که در امرایم بود در موتر در اذیت بود، چون سرصدا زیاد میشد، نویز زیاد میشد. خلاصه یکی از ضروریات که بیاین در استرالیا گوشی است و گوشی هم از $10 شد تا $120. اینی گوشی رو که در تصویر میبینین ایره ما اینجا قیمتش هم زدگی است، ده $70 خریدیم. حد وسط گوشی ها را مثلا از $10 تا $120 نه قدر گران قیمت شه نه قدر ارزان شه و ما میخوایم امروزی را استفاده کنم. راستیش خود من مقدر زیاد استفادهش نمیفهمم، منتها این منج یک زده که مثلا مایک چی میشه، مایکش استفاده میشه دیگه. این کست مال کمپانی ویف 100 است یا نامش است مچون دیگه. این جی بی ال هارمان نوشته است، مال کمپانی نمیفهمم، با بلوتوث کار میکنه. بیاین که بریم میره باز کنیم. یعنی چیزایی است فکر کنم گفته اگر دور اولش خراب شد اینا رو دور دوم استفاده کنیم. چیزایی که برای چیز است و ایش هم فکر کنم چارجرش هست. این هم همون کتابچه راهنماییش است به احتمال زیاد و این هم از ایش هم خود گوشی است. بازی تو گوش میشه تو میشه اینی تو میشه باز ایشم ای تو میشه این حالی دیگه خوب میشه. بیا که روشن کنم. خواهیشم این رقم چی رقم در چارج داریم. ایده بین از این مانده میشه دوستای عزیز، ایده بین از این مانده میشه و آره ایده اینج زده میشه بازیشی مثلا در کامپیوتر یا در کدام لاین یو اس بی دیگه، جای ساکت یو اس بی دیگه کنیکت میشه و این در بینش مانده میشه. بازی که در بینش مانده شد شروع به چارج میکنه. ببینیم که چارج داره یا نداره. فکر کنم یک مقدار چارج داره. اولش سر از این چیزنو من دو گوشی دارم، یک شکسته A52S است و یعنی گوشی است که دولت استرالیا بریم داده و فکر کنم این گوشی که است پیکسل 2 است و حدودا $180 قیمتش است. اگر در ایبای و چیزا چی کنیم. من اولی بلوتوز از روشن میکنم دوستای عزیز. بلوتوزش روشن کردم و حالی بلوتوز از که در حالی چیز میشه. خب پیر نیو دیوایس این ایره پیدا کرد. JBL Wave 100 TUC دبلیزی میزنم بازی را
خوندخور رو بوده ده. خود دیگه فنکشن های اینجا آدم وقت گیره تا بفهمه. حالی ما برم مثلا یک آهنگ از زهرا الهامه پلی کنم. مثلا کدام آهنگی نبور از زهرا الهامم میگذاریم. صدق مددگار یک آهنگش پلی میکنیم. مددگار اینترنت باش. اینترنت اینترنت ما فکر کنم خراب است. اینترنت خطی. کلازی تلفنی نشد. اینترنتش کار نمیده. با معذرت. یک ویدیو رو پلی کنیم. زهرا الهام و لیلا خان سینگی دلی او نه این باید بلوتوز روشن کنیم. یکی تشبوه یکی پیام کنیم. آنلاین خوبیم اینترنت میکنیم. استرالیا به جای هم باز مشکلی. مشکلات میایه دوستا. ما اینترنت ما چی مشکل داره. ها اینال دوستا کار میته. واقعا کارکرد شالی است. اینال چی شد؟ او مای گاد، او مای گوش. بسیار خوبش است. امیدوار هستم این ویدیو مورد توجهشون قرار گرفته باشد. وقت خوش. الله یار نگهدارتان. برای مسافرایتان مثل ما دعا کنیم که بسیار سرگردان هستیم. وقت خوش. خدا یار نگهدار.